مرکز اسماعیلیه در شهر دوشنبه در نامه بر رادیو آزادی گزارش‌ها را از مانع‌گذاری مقامات تاجیکستان به سوگواری از درگذشت آقاخان چار رهبر پیشین اسماعیلی‌ها و به تخت نشستن امام نو رد کرده است. رادیو آزادی در این باره به نقل از مطلب بنگاه فارم 18 در ماه مارس امسال خبر داده بود. همکارم کیومرث عطا آگاهی بیشتر دارد و با ما در اینجاست. کیومرث، در گزارش چی گفته میشد و نامه مرکز اسماعیلیه از چی عبارت است؟ سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پایگاه فارم 18 در مقاله خود مقامات تاجیکستان را تنقید کرده بود که مانع برگزاری مراسم اسماعیلیان در شهرهای خاروق و دوشنبه شدند و برای اثبات این گفته‌هایش نقل چند نفر را هم آورده، اما به دلیل امنیتی نامشان را ننوشته بود. از جمله گفته میشد که گروه در مرکز اسماعیلیه در دوشنبه جمع آمده بودند تا مراسم به تخت نشستن پیشوای نو اسماعیلی ها شاهزاده رحیم الحسینی آقاخان پنجم را به طور آنلاین ببینند، ولی مقامات نیروی برق را خاموش کردند. مرکز اسماعیلیه شهر دوشنبه در نامش گفته است که هیچ مانع‌گذاری نبود، ولی همزمان تصدیق کرده است که در بینای مرکز اسماعیلی شهر دوشنبه بنابر صدمه ناقل‌ها برق خاموش گردید و در حال تجهیزات برقی به گنراتور پیوست شد، ولی شرکت کنندگان به گفته مرکز اسماعیلی قسمت آخری مراسم را نتوانستند همراهی کنند. پایگاه فارم 18 در مطلب خود همچنان نوشته بود که صدها کس روز 5 فوریه امسال در مرکز اسماعیلیه در خاروق جمع آمده به خاطر درگذشت پیشوای سابق آقاخان چهارم عزا گرفته بودند، اما افسران و منصبداران بلندگویی ها را برداشتند تا صدای داخلی بنا را کسی نشنود. مرکز اسماعیلیه دوشنبه این شکایت را شرح نداده است، ولی پیشتر غالب نیت بیگزاده سخنگوی رئیس ولایت بدخشان در فیسبوک نوشته بود که مقامات برای برگزاری مراسم عزاداری در شهر خاروق یگان دشواری نآوردند. کیومرث، در سالهای اخیر بعضی از سازمان کشورهای غربی از وضع اسماعیلیان در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بارها از حکومت خواستند که اذیت آنها را بس کند. هرچند مقامات وجود تعقیب را رد میکنند، در هر صورت بسیاری ها دانستن میخواهند که این نگرانی ها از کجا سرچشمه میگیرند؟ بله عبدالمومن، این نگرانی ها پس از سرکوب اعتراضگران در شهر خاروق و ناحیه روشان در سال 2022 بیشتر شده است، جایی که تعداد زیادی پیروان اسماعیلی زندگی میکنند. گذشته از این در این مدت بنیاد آقاخان از چند بینای خود در مرکز ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم گشت، از جمله لیسه آقاخان، زمین دانشگاهی وابسته به شبکه آقاخان، مهمانخانه سرنا و باغ مرکزی فراغتی شهر خاروق. شبکه رشد آقاخان یا همان بنیاد آقاخان بیش از 30 سال در تاجیکستان و کشورهای همسایه‌اش طرح‌های زیاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را عملی میکند و سهمیه شرکت موبیلی تسل، بانک سرمایه‌گذاری و قرضی و همچنین مهمانخانه سرنا در دوشنبه به آن مربوط دانسته می شود. ولی بنا به گزارش‌ها حکومت تاجیکستان مهلت سازشنامه را با شبکه رشد آقاخان که در آخر ماه اکتبر سال 2024 به پایان رسیده است دراز نکرد و این به معنای محروم شدن این شبکه از مقام یا همان استاتوس دیپلماتی در تاجیکستان است. سپاس از همکارم کیومرث عطا که درباره پاسخ مرکز اسماعیلیه در دوشنبه و مانع‌گذاری‌ها در عبادت و مراسم‌های اسماعیلیان تاجیکستان صحبت کرد.